اکنون دوستان عزیز در وزن تا 90 کیلوگرم رقابت ها راوند دوم کامرانشاه اوستاپیریان با جداگی سفید خواهد برآمد. ورزشگر 26 ساله تاجیک کامرانشاه اوستاپیریان از این مکان برگزاری مسابقات خاطراتی نیک دارد. اولین یعنی نشان طلایی که به تاجیکستان از سوی ورزشگران جداورز از این مسابقات جهانی به دست آمده است محض از همین گرند پری تاشکند رقم خورده است و آن را باشد کامرانشاه اوستاپیریان به دست آورده است. و این رویداد یادآور میشم دوستان عزیز که در سال در استانا اولین در گرند پری غالبیت به دست آورده بود. در تاشکند سال 2017 هم کامرانشاه اوستاپیریان مدال طلا را به دست آورده است. یعنی از این مکان خاطرات نیک دارد با سبب یک زایل داشتن به ورزشگر قرقیزستان. شیدا پیشنهاد می شود دوستان عزیز. از نظر شیداها ورزشگر ما پیش صف است و ببینیم در ادامه رقابت ها اکنون کامرانشاه اوستاپیریان روش های پرتابی را چگونه اجرا میکند. به هر حال ورزشگر قرقیزستان اگرچه ورزشگر جوان به نظر می رسد ولی در روش های پرتابی که اجرا میکند خیلی با سرعت است نسبت به کامرانشاه. ورزشگر قرقیزستان هنوز در کارنامه‌اش از گرند پری ها نشانه ندارد یا دستاورد ندارد. او این پنجمین اشتراکش است که در فصل های جدای جهانی تجربه می کند و در 5 مسابقات او از مرحله مقدماتی حذف شده است. فعلا در دور دوم با کامرانشاه اوستاپیریان رقابت می کند. کامرانشاه اوستاپیریان پس از در دور اول که استراحت کرده بود اگر تواند اینجا غالبیت به دست بیارد به مرحله 4 نهایی را خط میگیرد و بعد از در 4 نهایی پیروز شدن میتواند که به مرحله فینالی برآید. 2 دقیقه و کمتر از 20 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. کامرانشاه اوستاپیریان اگرچه در همون کمیکات یا مرحله های قپیدن از خود هنر و استعدادی خوبتر نشان میدهد ولی روش های پرتابی را چندان به مورد اجرا نمی کند. از سوی داور مرکز شیدای نوبتی با سبب کمکاری به کامرانشاه داده می شود. اکنون به خاطر دفاع از خود یک روش افت بر زمین را خوب استفاده کرد. همانطور که میدانیم همون افتیدن ها به بالای تتمی نیز خیلی در صورت تمریناتی به مورد نداشتن نیز چندان خوب نیستند. اکنون 1 دقیقه و 40 ثانیه دیگر دوستان تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. ما هنر و استعداد آن کامرانشاهی که در فصل‌های جدای جهانی گذشته رقابت میکرد را نمیبینیم. ببینید یک عملکرد پرتابی دوستان عزیز. این ایپان سئای نگه است و ایپان بهاگذاری میگردد. آن خنک نظری، آن کم توجهی و آن اعتماد به خود که کامرانشاه داشت تا اینجای رقابت او را به این حالت آورده رسانید. ایپان سئای نگه از همان روش های جذاب و دوست داشتنی هست که ورزشگران استفاده میکنند و در عین در عمل تطبیق شدنشان. ببینید در نوارهای تدریجی نیز مشاهده کردن کامرانشاه اوستاپیریان از آن کمال شهرتی که در سابقه کاریش داشت. ببینید در مرحله اول رقابت ها از دور مسابقات حذف شد. هرچند که طرفداران گوشتین جدای تاجیک از کامرانشاه امید داشتند ولی از ورزشگر نو تجربه و نوکار قرقیزستانی شکست خورد.